سلام، به تیویمون خوش اومدید. اینجا بازار بزرگ استانبول، یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای دنیا. همه سقف این بازار نقاشی شده و توی هر دو طرفش حجره‌هایی هستن که کالاهای زیادی میفروشن، مثل فرش، کتاب، لباس، جواهرات، ادویه‌جات و خیلی چیزای دیگه. بازار بزرگ استانبول تو منطقه فاتح و محله کاپالی چارشی قرار داره. این بازار بیش از 61 گذر سرپوشیده داره و بیشتر از 4000 تا مغازه. با وجود افزایش مراکز خرید مدرن توی استانبول، این بازار همچنان بیشترین بازدید توی استانبول داره.